بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. مردم رو بشارت بدن، متنفر نسازین از دین. با وجود سختی ها هنوزم قرآن در بین ما وجود داره، سخنان گوهربار رسول الله در بین ما وجود داره، راهی برای ناامیدی نیست. هر شب تاریک پشت خود یک صبح روشن داره، هر زمستان سرد پشت خود یک بهار زیبا و شفاف و زلال داره، هر سختی پشت خود یک آسانی داره. ان مع العسر یسرا. دشت را که یا صحرای گرمی را که تو طی کنه، بالاخره در نهایت در یک باغ زیبا و درختهای زیبا و گلهای زیبا میرسی. این ناامیدی نیست. طفلی که در شکم مادر 9 ماه کلان میشه، 9 ماه سختی رو باید مادر تحمل کنه، بعد یک طفل زیبا به وجود میاد. یکی به یکی نخواهیم دیگه. چند حقیقتی وجود داره که باید به این باور داشته باشیم که ما امتی هستیم که هرگز نمیمیریم. قسم به خدا، قسم برایتان یاد میکنم، با لفظی الله براتون قسم یاد میکنیم که ما شکست نخوردیم، شکست نمیخوریم و هرگز نخواد خوردیم. چرا؟ پیام قرآن پیام جاوید هست. پیام قرآن پیامی هست که الله او را حفاظت کرده و گفته تا روز قیامت این قرآن را من حفاظت میکنم. پس تا زمانی که قرآن باشه ما هم هست، تا زمانی که قرآن باشه گفته گوینده الله هم هست، پیروای محمد رسول الله هم هست. این را باید داشته باشین. هر زمانی که قرآن دور شد ما هم دور میشیم. این تو فرمول واری هست، استراکچر میگه، فرمول میگه، به این ما وابسته هسته. در جنگ بدر کی پیروز شد؟ مسلمان ها پیروز شد و کفار را به سخت‌ترین شکست دادند. در جنگ احد باز که مغلوب شد مسلمان ها شکست خوردند. آیت نازل میشه میگه ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ای اهل احد، اگر شما امروز برای شما اذیت رسیده، شما درد دیدین، مالتان ضایع شد، زخمی شدین، پیامبرتان زخمی شد، فقط مس القوم قرح مثله. و قوم دیگه ای که قبلا شما با او در مبارزه بودین، او هم تو درد را دید. شما در روز یادتان است که 70 نفر اینها را به جهنم فرستادین. شما امروز با یادتان است که 70 نفر اینها را اسیر کردین. امروز بگیر قبول کن ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اونها را تو درد رسیده. ان تکونوا آیات قرآن کریم است، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما دردمند شدین اونها هم دردمند هستند، اگر شما پریشان هستین اونها هم پریشان هستند. ولی در ادامه آیه چی میگه الله؟ ادامه امی آیه ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الایام نداولها بین الناس. و این روزهایی است که در بین مردم دست به دست میشه. یعنی یک روز اونها پیروز، یک روز ما پیروز، یک روز ما شکست، یک روز اونها شکست. ولی اینجا چی میگه؟ کلمه را متوجه باشین. و تلک الایام، این روزها هست، یک چند روزی هست. خب دقیق متوجه هستین طرف آیه؟ و نگفته تلک الشهور، ای تو نگفته که این ماهایی است که برایتان میگذره، این روزهایی است. امروز ترامپ قوی است، با مسلمان ها قوی میشه ان شاء الله. ما دیده ایم رو تجربه کردیم در تاریخ. این سنت خدا هست. تمدن روم کجا رفت؟ تمدن یونان کجا رفت؟ تاریخ رو شما مطالعه کردین. تمدن فارس کجاست؟ تمدن فراعنه مصر و کسایی که فرعون انا ربکم الاعلی میگفتن و کسایی که میگفتن که در کشور ما آفتاب غروب نمیکنه کجا هستن؟ تمدن یا قوم تاتار کجا هست؟ لشکریای یا امپراتوری بریتانیا کجا هست؟ روسیه در کجا هست؟ انگلیس در کجا هست؟ مگر شما فراموش کردین؟ و تلک الایام نداولها بین الناس، این در بین مردم روز به روز به دست میشه. تمدن پوسیده روم و پوسیده یونان و فارس و تاتار و چنگیز و فلان کجا هستن؟ همیشان زیر خاک هستن. اونها رفتن اما اسلام هنوزم سر بلند است. برای سرکوب اسلام آمد، اسلام هنوزم نشونمو کرده، بلند شده. با جایی که مردم را بکشند هنوز سر بلند کرده. بس سنت متداول خدا است که امروز ما سرکوب هستیم، یک روز سر بلند میکنه. این امت خاصیتش میشه که یک روز سقوط کرد، دیگه یک روز سر بلند میکنه. یک روز از یک میدان شکست داد، دیگه روز از دیگه میدان بلند میشه. بالا امروز اگر یک گروه شکست دادی، بخش عالمش شکست داد، دکترایش دیگه روز دیگه جای بلند میشه. اگر دکترایش شکست داد، انجینیرهایش دیگه جای بلند میشه. کامپیوتر ساینس خانایش دیگه روز از دیگه جای بلند میشه. این امت شکست ناپذیر هست. این امت نابود شونده نیست، نابود کننده هست. این سنت متداول خداست، به این باور داشته باشید. یک دوم، امت اسلام امت جاودانه هست. بیشترم یادآوری کردیم جاودانه به معنی خالد، همیشگی. هیچ وقت اسلام شکست نمیخوره، نخورده شکست. ما شکست فکر میکنیم. این امت اسلام امت جاودانه هست. سقوط نخواد کرد مگر که دوباره بلند میشه.
چرا؟ به خاطر چی امت جاویدانه هست؟ الله را وعده کرده. آیت قرآن کریم پاره دوم صفحه اول ان شاء الله و كذلك جعلناكم امه وسطا. ما شما را امت وسط گشتاندیم. شما را امت وسط انتخاب کردیم. وسط ایره در تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب رحمه الله خیلی خوب زیبا توجیه کرده، خیلی خوب زیبا تفسیر کرده. میگه شما امت میدان هستین، در میدان قرار دارین. کسی که در میدان قرار داشته باشه هرگز فرار نمیکنه. شما امت میدان هستین، در میدان در صحنه هستین. دیگه جای آیت قرآن میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امت هستین، خارج کرده شدین به خاطر مردم. حدیث رو من در ابتدا برای شما خواندم، میگه لا یبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. این دین به جای میرسه که شب روز در جای میرسه. در زمان رسول الله فقط دمی جزیره العرب، دمی که مکه و مدینه اسلام بود. یکی میگه شما خارج کرده شدین به خاطر مردم. در زمان رسول الله کل مردم خبر نشدن از دین. در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان، در زمان علی رشد کرده رفت. یعنی امت کسایی است که به پیش میبره تا به این روز. یعنی آیت دروغ نیست که بگه شما برای تمام مردم فرستاده شدین، برای جمیع امت فرستاده شدین. این دروغ نیست. یک روز متحقق میشه، یا بالای تو، یا بالای من، یا بالای نسل بعدی، یا بالای کسایی که امروز وجود داره. این امت جاویدانه است. اسلام جاویدانه است، هرگز مغلوب نمیشه، همیشه غالب است. پیام اساخر چه قسم پیام هست؟ چه قسم پیام هست؟ ربعی بن عامر یک عسکری از اسلام است. یک روز میره امرای یک پادشاه گپ میزنه و پادشاه ازش پرسان میکنه که چی پیام دارین شما؟ پیام شما چی است؟ این تو گپ و سخن را میزنه که یک متمدنی این گپ را نزده. فقط متمدن اسلامی یا انسانای با تمدن و با شخصیت اسلامی گپ را زده میتونه. در هیچ تمدنی، نه در تمدن روم، نه فارس و نه یونان، هیچ سخنی از کسی شنیده نشده، پادشاهی شنیده نشده. اما عسکر اسلام چی میگه؟ و پرسان میگه به خاطر چی آمدن؟ میگه لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ما را الله فرستاده. و عسکر میگه، عسکر مسلمان، ما را الله فرستاده لنخرج العباد من عبادة العباد، که ما بنده ها را از بندگی بنده ها نجات بدیم و اینها را سوق بدیم به طرف بندگی ذات الله. ما مردم را از بندگی خلاص میکنیم. ما مردم را از این خلاص میکنیم که غلام فرعون نشن. ما مردم را از این خلاص میکنیم که غلام قارون نشن. ما مردم را از این خلاص میکنیم که برده و غلام ترامپ و اوباما و پوتین و فلانش نشن. ما به این خاطر فرستاده شدیم. شما بنده الله باشین، بنده انسان های ذلیل نشن. پیام اسلامی نمی هست. و دیگه پیامش چی است؟ لنخرج العباده من جور الادیان الى عدل الاسلام. ما از این خاطر آمدیم که مردم را از جور و ظلم دیگه ادیان نجات بدیم و این مردم را فرا بخوریم به طرف عدل و عدالت اسلام فرا بخوریم. ما به این خاطر آمدیم. و آخرین پیامش چی است؟ و من ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخره. ما به این خاطر آمدیم که مردم را از تنگی از دنیا نجات بدیم و به وسعت آخرت اینها را فرا بخوریم. این پیام یک عسکر است. یعنی شما از دیگه تمدنی خاطر شنیدین؟ هرگز نه. پیام اسلامی نمی است که مردم باید آزاد باشه، مردم باید سربلند زندگی کنه، مردم باید سرخم به کس نکنه، مردم باید مسلمان ها امت اسلامی باید سرفراز سربلند باشه.